بسم الله توکلت علی الله. برادران عزیز، پیش از همه که وقتی که در موتر شدین، در ماشین شدین، در سیاره شدین، از همه مهم یعنی ریمه باید بکشیم برای بزرپسنی خود انسان. اکثریت مردمی که میشنویم جوانا یعنی روی میکنن برای ما که زنگ میزنن اول یک در صدمه دوچار شید یعنی کمک. پیش از همه اونی که بسیار کمک طلب میکنین، پیش از همه یعنی خودتون محافظه کنین. بعد شیشتین در ماشین موزیک را تماما موزیک نمانین، یعنی بمونه یکون آیات قرآنی که یکون نشید و بگین بسم الله توکلت علی الله، یعنی بنام خدا و توکل میکنم، توکل خدا به اون ذاتی که من خلق کرده به او توکل میکنم و چیکار میکنم؟ سفر میکنم. ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اني اعوذ بك ان اضل او ضل او ازل او زل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي ولا حول ولا قوة الا بالله فتبارك الله احسن الخالقين. اللهم احفظنا واسترنا يا رب العالمين. اگر که انشاءالله ما وقتی که از خانه خارج میشیم همین دعا را خوندیم یا که در ماشین شیشتیم در سیاره شدیم گفتیم که سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اگر که ما وقتی که شیشتیم این دعاها را خواندیم و توکل مون به اون ذاتی که ما را خلق کرده است به اون توکل مون کردیم و انشاءالله که کامیاب میشویم. از اکثریت جوانانی که یعنی به صدمه دوچار میشوند سببش دمیه که در ماشین میشینن تین تکی میکنن، موزیک را بلند میکنن، یعنی از یاد خدا غفلت میشن، غافل میشن، فراموش میکنن که یعنی خداوند میتونه که امتحان کنه. وقتی که موزیک بلند شد شیطان در وسواس که در آورد چیکار میکنه؟ در هر بلای انسان مبتلا شدنش ممکنه. با همون خاطر یعنی الجرسه من الشیطان، یعنی موسیقی دنگ و درنگ و برنگ و برنگ از همش از شیطانه. یعنی وقتی که شیطان که ترا وسواس کرد بعضی علما حکمی کلانش میکنن. وقتی که انسان در موسیقی لذت برد با همراه وای تکرار کرد با در موسیقی عیاذا بالله رقص بازی کرد، یعنی حکمش علما حکمی به نهایت کلان گفته که و ما حق نداریم تکرار کنیم. از همون سبب برادران عزیز هر کجایی که باشین یعنی انسان فقط توکلش به الله بکنه. یعنی ما الله با ما نیاز نداره، ما با الله نیاز داریم. یعنی ما باید طلب کنیم، طلب مغفرت بکنیم. چون که الله سبحانه و تعالی فرموده است که کل نفس ذائقة الموت، هر نفس چشنده مرگ است. چی در صدمه باشه دوچار میشیم از دنیا بگذریم، چی یعنی در خانه باشیم یا که در جبال جانماز باشیم، مهم اینه است که با همراه خود چی اعمال صالحه که ببریم. یعنی وقتی که ما سفر میکنیم به وطن حرکت میکنیم که چیزهای خوب و بهترین بگیریم برای خویش اقربا که یعنی بین دوست و دشمن بین اقربا و نزدیکان خود ببریم که بگن که ماشاءالله جوان یعنی رفته است کار کرده است، یعنی به ناموس برگشته است بر وطن و در بین دوست و دشمن یعنی صاحب همه چیز دیگه. وقتی که ما بر میگردیم به سوی پروردگار و چی اعمال های داریم، خداوند میگه که اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، بخون یعنی کتابتی که در دنیا کرده بودی، چه عمل های کرده بودی همون رو بخون. یعنی از پروردگار ما میخونیم اون رو. و الله چی میگه؟ واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، بترسین از آن روزی که شما بر میگردین به سوی پروردگار. وقتی ما برگشتیم در اون حالت یعنی چی توشه میکنیم، چی میبریم نزد پروردگار؟ بجز اعمال صالح، بجز عبادت های خوب، بجز تلاوت قرآن، بجز نمازهای تهجد، دیگه یگان چیزی ما برده نمیتوانیم بجز عملهای صالحی که باید ما و شما کرده باشیم. یعنی عمل صالح کردی هم در دنیا کامیاب هستی هم در آخرت. چون که الله سبحانه و تعالی فرموده است که والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، هر کسی که ایمان آورد و عمل صالح کرد زده است که اونها وارد جنت میشوند با همراه صالحیان. صالحیان کی می باشد؟ پیغمبران، اولیای الله، دوستان خدا، صحابه ها، با همراه اونها. خوش به حال جوانی که یعنی وقت خود را با طاعت عبادت الله صرف میکنند. چنان که در حدیث قدسی فرمودند که الشاب نشأ فی عبادت الله، الشاب نشأ فی طاعت الله، الشاب نشأ فی طاعت ربه. یعنی جوان کامیاب است
در طاعت عبادت الله. وقتی که ما جوان هستیم الحمدلله یعنی همه چیز ترک میکنیم، پشت سر میکنیم، عرق نوشی و می نوشی و دیگه و دیسکاتیک دیگه و دیگه کارا را، یعنی وقتی خود را بر طاعت عبادت الله صرف کنیم یعنی ما کامیاب هستیم. الله یعنی خرسان میشه در این طاعت عبادت الله که جوان یعنی صرف میکنه وقتی خود را در طاعت عبادت الله، نه در دیگر کارهایی که غیر شرعی هستند. با هم خاطر یعنی تا سن 30 31 32 ما جوان هستیم، از اوس دیگه پیر هستیم. وقتی که انسان در سر خود پیدا بکنه که یعنی موی سر که سفید شد الکی احساس کنه که مرگ قریب آمد، نشونه مرگ است موی سر سفیدیم. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را نگهبان باشه. اکثریت مردم چقدر دعوت میکنه از این گوش میداره از دیگه گوش دیگه میبره. اگر انسان متوجه باشه چنان که امام شافعی رحمت الله علیه فرمودن که اگر که الله سبحانه و تعالی سوره والعصر نازل میکرد بسنده بود برای انسانهای عاقل. یعنی الله فرموده است که والعصر یعنی قسم به زمانه که یعنی قسم به عصر به زمانه، ان الانسان لفی خسر یعنی بدرسی که انسان در خسران میآید، در ضرر میآید، ضرر میبینه مگر کسانی که الا الذين آمنوا مگر کسانی که ایمان آوردن، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ایمان آوردن و بزم اونی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن. یعنی اکثریت مردم میگن ما ایمان آوردیم دل ما پاک باشه، نه الله چی میگه؟ الا الذين آمنوا کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن و تواصوا بالحق و مردم یعنی دعوت کردن به سوی حق و تواصوا بالصبر یعنی به حق دعوتشون کردن که حق ای باطل یعنی فرق بکنن، حلال از حرام، سفید از سیاه، یعنی همین را انسان چه کنن باید دعوت کنن بفهمونن و تواصوا بالصبر یعنی انسان با صبر دعوت بکنن که الله سبحانه و تعالی فرموده است که ان الله مع الصابرین الله با همراه صبر کنندگان است. یعنی الله با همراه ما و شما است. الحمدلله هر آن چیزی که میخوایم از الله طلب بکنیم. و در حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که الصبر مفتاح الفرح یعنی صبر کلیدی خرسندی است. یعنی یگان مشکلی میآید، یگان چیز به حکمت الله نیست. هر مشکلی میآید، هر خرسندی میآید، هر گفتی گپ ها رنج غم و مشقت میآید، همش یک حکمت از جانب پروردگار هست. یعنی چون که در سوره بقره الله سبحانه و تعالی میفرماید و ما هم بضارین الا باذنه یگان چی یگان ضرر رساندن نمیتونه مگر او را الله اجازت نده. با هم خاطر دوستان عزیز هر کجایی که نباشین با طاعت عبادت الله باشین، از ذکر یاد عبادت الله دور نباشین و در حق ما هم نیز دعا کنین که خداوند برای ما علم مفید نصیب گردانه و ما را برای راست هدایت کنه. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت قول محمد خدا چی گفتن حضرت؟ یگان سخن دیگر نمون دیگه برای میفهمدگی آدم همین قضیه خواهم بسنه. باقی در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله. کامنتر را بنویسین کدام سوال باشه ان شاء الله که سوالتون جواب میدیم.